در تالار خرد بینای شرق آزاد معرفی 6 کتاب نشری رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت برگزار گردید که 6 ارمغان نوروزی جمهوریت را میماند. باید گفت که روزنامه جمهوریت در برابر خواستگاه مطبوعات ملی کشور و مکتب متخصصان ورزیده ساحه‌های گوناگون بودن، همزمان رسالت خجسته دیگر هم دارد که آن کتابداری، کتاب نویسی و کتاب چاپکنی است. تنها در زمان استقلال دولتی 17 کتاب چاپ کرده است که آشنایی با آنها آشنایی با تاریخ و فرهنگ ملت است. از کتاب‌های در 5 سال آخر چاپ شده 2 مجموعه مقاله‌ها امام علی رحمان و احیای دولتداری ملی در سال 2021 و بابا جان غفور و تمدن شرق در سال 2024 کتاب سال کشور برگزیده شدند که باز هم فرح افزا و افتخار آفرینند. تنها در سال 2025 در آستانه 100مین سالگرد نشر راهبریت و اهل قلم روزنامه 4 کتاب نو از جمله از عید تاجیک تا جمهوریت، 100 سال انسیکلوپدی جمهوریت 1925-2025، جمهوریت دیروز و امروز و دوستان تاجیکان را نشر نمودند. کتاب‌ها با سرپرستی نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت به نشر رسیده مجموعه‌های مهم پوبلیسیستی و پژوهشی، تحلیل و بررسی‌های علمی و عمومی میباشند. برای معرفی کتاب‌ها و محفل رونمایی این 6 کتاب بسیار مهم حضور داشتند نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمد، شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله، نامزد علم‌های تاریخ استاد دانشگاه ملی تاجیکستان جانبک اسراریان، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه، سرمحرران روزنامه‌های نارودنای گازیت بانوان تاجیکستان، خلق آوازی، منبر خلق، صدای مردم، دیرکتور تلویزیون شهنواز و یک روز از سابقه داران و روزنامه‌نگاران نامور کشور از گوشه و کنار گوناگون تاجیکستان شرکت داشتند. اینک به طور مختصر به معرفی کتاب‌ها می‌پردازیم. امام علی رحمان و احیای دولتداری ملی مطلب‌های این کتاب به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و خدمت‌های ماندگار و بی‌سابقه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بخشیده شدند. با اعلان آزمون نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، مؤلفان کسب کار گوناگون و مؤلفان خارجی به روزنامه قریب 300 مقاله فرستادند که از این میان رمزاً 30 مقاله بهترین آزمونی در این کتاب جای گرفته است. کتاب 1000 نسخه در مطبعه ایرگراف در سال 2021 چاپ شد. بابا جان غفور و تمدن شرق روزنامه جمهوریت تصمیم گرفت که به افتخار 115 سالگی قهرمان تاجیکستان بابا جان غفورov مجموعه مقاله‌ها چاپ کند و در این زمینه کتاب بابا جان غفور و تمدن شرق به وجود آمد. کتاب در حجم 422 صفحه از فعالیت پرووسعت علمی و سیاسی بابا جان غفورov، گردآوری، تحلیل، پژوهش و بزرگداشت تاریخ ملت تاجیک منظور جهانیان گرداندن آن نقل میکند. مجموعه را یادداشت‌های شخصیت‌های معروف داخل خارج کشور درباره علامه غفورov با زبان‌های تاجیکی روسی باز هم خواندنی‌تر کردند. کتاب سوم 100 سال انسیکلوپدی جمهوریت 1925-2025 است. کتاب مذکور ارمغان ارزشمند کارمندان نشریه در آستانه جشن 100 سالگی روزنامه جمهوریت بوده، زندگی نامه و مهمترین لحظه‌های فعالیت مؤسسان و کارمندان این جریده را در 100 سال فرا می‌گیرد. انسیکلوپدی جمهوریت نه تنها برای اهل مطبوعات بلکه برای محققان ادبیات، تاریخ و فرهنگ نیز مفید است، زیرا شخصیت‌های زمان در جمهوریت فعالیت داشته بعداً با مسئولیت و وظیفه‌های گوناگون برای فرهنگ و ادب و سیاست ما خدمت کردند. کتاب چهارم از عید تاجیک تا جمهوریت نام دارد. خامکشان روزنامه به افتخار 100 سالگی نشریه تصمیم گرفتند که مجموعه مقاله‌های گلچین شده را روی چاپ کنند. همینطور از عید تاجیک تا جمهوریت روی دست آمد. محرر مسئول آن قربان رحمانزاده و فراهمساز قربان مدلیف میباشد. مجموعه مقاله‌ها در چاپخانه ایرگراف سال 2025 در حجم 336 صفحه به طور رسید. پنجم کتاب جمهوریت دیروز و امروز نام دارد. کتاب با سرپرستی نشریه چاپ شده مجموعه پژوهش‌های علمی، تحلیل و بررسی‌های علمی و عمومی دو عالم شناختی تاجیک اعظمجان عظیمov مراد مرادی را دایر به فعالیت روزنامه جمهوریت در مرحله‌های گوناگون فرا گرفته است. کتاب ششم دوستان تاجیکان مجموعه مقاله‌های بزرگوار بهادر است که همچون ثمره فعالیت 10 سالش در نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت پیشنهاد گردید و آن نیز با سرپرستی نشریه مذکور در سال 2025 روی چاپ آمد. در این کتاب خاورشناسان و متفکران برجسته، نظامیان و دیپلمات‌ها و تاریخ
تاریخشناسان ادیبان نامور دنیا دایر به نامواژه تاجیک، ملت تاجیک، تاجیکستان و اساطیر برآمد این ملت پژوهش‌های علاهیده برده نظر دادند. از کارنامه تاجیک شناسی الفینستون، خانیکوف، وانبری، میندورف، بارتولد، اندریف، شیشوف در مجموع 40 شخصیت نامور دنیا در این کتاب بحث می‌رود. سرسخن کتاب به سرمحرر روزنامه جمهوریت قربانی رحمانزاد تعلق داشته، محرران مسئول سبحان اعظمزاد و محمد الله تبری میباشند. آن در چاپخانه شرق آزاد 300 نسخه نشر گردید.